خب توی ویدیو قبلی راجع به اینترنس پیوپل و اگزیت پیوپل چشم صحبت کردیم، سیستم آپتیکی دیگه صحبت کردیم، حالا میخوایم راجع به چشم صحبت بکنیم. ببینید هر سیستم آپتیکی یه چیزی، یه پیوپل داره، یا بهش میگیم اینترنس پیوپل یا اگزیت پیوپل، که این ایمیج اپرچر استاپ ما هست. یعنی استاپ سیستم ما که نور رو محدود میکنه، یه چیز فیزیکی هست که اینو محدود کرده. ایمیجش تو قسمت آبجکت میشه اینترنس پیوپل، ایمیجش توی قسمت ایمیج ساید میشه اگزیت پیوپل. اینو قبلا توضیح دادم توی ویدیو دیگه. حالا پس ما یه استاپ داریم، اگزیت پیوپل، اینترنس پیوپل. حالا برای چشم ما یه مقداری فرق میکنه. ببینید برای چشم باید خیلی به این دقت بکنیم. الان چیزی که من الان دارم میبینم از این چشم، این سایزی که من دارم میبینم که سایز واقعی نیست، چون یه عدسی گذاشتم روش، همین خود قرنیه اونو داره بزرگ نمایی میکنه دیگه، پس این یه مقدار بزرگتر از سایز واقعیشه. پس اینو ما نباید بگیریم استاپ سیستم، ولی این یعنی میشه اینترنس پیوپل چشم ما دیگه. ولی ما اون خود سایز واقعی که توی چشم هست رو اونو بهش میگیم پیوپل. یعنی یه مقدار فرق میکنه که در اصل میشه استاپ اون اپتیکال سیستم. مثلا شما نگاه کنید الان این لنزی که ما اینجا داریم، از یه سمتش که نگاه میکنیم استاپ که واقعی اون فیزیکالی که داخل این هست یه سایزی داره، یه چیزی مثلا بین این سایز و این سایزه. چیزی که از بیرون میبینیم بهش میگیم اینترنس پیوپل، یعنی یه چیز کوچیکی میبینیم. حالا همین لنز رو فلیپ میکنیم، از اون ور داریم نگاه میکنیم، بهش میگیم اگزیت پیوپل، یه چیز بزرگتریه. ولی اون واقعی که داخل هست بهش میگیم استاپ. ولی برای چشم ما اون چیز واقعی فیزیکی که داخل هست بهش میگیم پیوپل. یه اسم براش گذاشتیم در اصل، نه اینترنس پیوپل نه اگزیت پیوپل، بهش میگیم پیوپل به جای که بگیم استاپ. خب پس اسم این پارت پیوپل هست. حالا همونجور که گفتیم این واقعی آیریس هست که چشم ما رو محدود کرده، اینجا قرنیه است. ایمیج استاپ ما که همون آیریس هست الان تو این سیستم، یعنی سایز آیریس هست، توی قسمت آبجکت پلین ما که جلوی قرنیه هست، ایمیج اون میشه اینترنس پیوپل ما. خب ما وقتی اینو ایمیج بکنیم یه جای اینجا میشه اینترنس پیوپل ما. این همون چیزی که ما وقتی به چشم این نفر نگاه میکنیم داریم میبینیم. یعنی درست داریم اون مردم مکوی مقدار بزرگتر از اون سایز واقعیش هم ببینیم، چون داره یه لنز رد میشه دیگه. حالا بیستان مدل اپتیکی گاسرند نمبر 1 بهش میگن، اسکماتیک آی نمبر 1. اینجا نیزال هست یعنی بینی هست، اینجا تمپورال یعنی سایدا هست. این آیریس چشم ما، اون چیز اصلی که وجود داره که استاپ هست، از سطح قرنیه 3.6. حالا ایمیج این توی قسمت اگزیت پیوپل یه ذره این خیلی نزدیکشه، یعنی فقط 70 مایکرون با هم فاصله دارن. ایمیج این که میشه اگزیت پیوپل. اینترنس پیوپلش خیلی فاصله داره، یعنی هولوش 600 مایکرون فاصله داره که این اینجا میفته. یعنی این سه تا به ترتیب میشه اینترنس پیوپل، اگزیت پیوپل و خود آیریس. حالا توی اکامودیشن چه اتفاقی میفته؟ توی اکامودیشن انترنس پیوپل انتریور سرفیس لنز میاد جلو، موو فوروارد میکنه. وقتی که میاد جلو خب این داره ایمیج میشه دیگه، تمام سیستم داره ایمیج میشه. اینترنس پیوپل و اگزیت پیوپل چشم ما این هم به مقدار 400 مایکرونز یا 0.4 میلیمتر جابجا میشن. خیلی ممنون از توجهتون. این هم لیست رفرنس های ما هست.